بسم الله الرحمن الرحیم. با تدریس کتاب ریاضی آمار 2 در خدمتتون هستیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. خب در ادامه مباحث در درس اول فصل 1 کتاب میرسیم به ترکیب گزارها. در ویدیوهای قبل اگر ویدیوها رو دیده باشید ما خیلی مختصر در مورد ترکیب گزارها صحبت کردیم. گفتیم اگر یک چند تا گزاره ساده یا دو تا گزاره ساده اگر ما داشته باشیم میتونیم این گزاره‌های ساده رو با هم ترکیب کنیم و یک گزاره جدید به دست بیاریم که اصطلاحاً به همچین گزاره‌هایی میگفتیم گزاره‌های مرکب. خب حالا تو این ویدیو میخوایم با هم انواع ترکیب‌ها رو با آشنا بشیم باشون و نحوه ارزش گذاری با اونها رو یاد بگیریم. خب اولین ترکیبی که ما با اون آشنا خواهیم شد ترکیب عطفی دو گزاره است. خب اگر من دو تا گزاره P و Q داشته باشم و این دو گزاره رو با حرف ربط و یا واو با هم ترکیبشون کنم، اصطلاحاً به ترکیب این دو گزاره میگیم ترکیب عطفی. نماد ریاضیش هم به این صورته P یه 8 علامتش یه 8 کوچولوه P و Q. ما اینو به این صورت میخونیم ترکیب این دو تا گزاره رو P و Q. پس چی شد ترکیب عطفی دو تا گزاره؟ اگر من دو تا گزاره ساده رو با حرف ربط و با هم ترکیب کنم، اصطلاحاً به این گزاره میگیم به این ترکیب میگیم ترکیب عطفی این دو تا گزاره. مثلا این مثال اگر بخوام بگیم، فرض کنیم مثالمون بشه دو عددی اول و زوج است. دو عددی اول و زوج است. خب من دو تا گزاره دو عددی اول و دو عددی زوج است رو با هم دیگه با حرف ربط چی؟ با حرف ربط واو یا و با هم چیکار کردم؟ ترکیب کردم که به این میگفتیم ترکیب عطفی این دو تا گزاره. خب نحوه ارزش گذاری ترکیب عطفی هم به این صورته. اگر من دو تا گزاره P و Q داشته باشم، ترکیب عطفی این دو گزاره یعنی P و Q با توجه به این جدول ارزشش تعیین میشه. یعنی اگر دو تا گزاره P و Q من هر دو درست باشن، ارزش ترکیب عطفیشون هم درست میشه. اگر یکی از این دو تا گزاره P و Q من نادرست باشه یا یکی دیگهشون درست باشه، ارزششون نادرست میشه. و اگر هر دو تا گزاره من نادرست باشن هم ارزش ترکیب عطفیشون چی میشه؟ نادرست میشه. پس به عنوان یک نکته اگر اینجا دقت کنید ما می‌بینیم در همه حالت‌ها به جز حالت اول ارزش ترکیب عطفی دو تا گزاره نادرسته. پس ما میگیم ترکیب عطفی دو گزاره چه زمانی فقط داره ارزش درسته؟ زمانی که ارزش هر دو تا گزاره من چی باشن؟ درست باشن. ارزش هر دو تا گزاره درست باشه. خب بریم سراغ ترکیب بعدی که میخوایم با هم یاد بگیریم ترکیب فصلی دو تا گزاره است. اصطلاحاً دوباره اگر من دو تا گزاره داشته باشم P و Q، اگر این دو تا گزارم رو با حرف ربط یا با هم دیگه وصلشون کنم یا ترکیبشون کنم، به این ترکیب اصطلاحاً ما میگیم ترکیب فصلی دو تا گزاره. اصطلاحاً بهش میگیم ترکیب فصلی دو تا گزاره. نمادش هم به این صورت P یه هفته کوچولو و Q به این فرم که اینو ما چی میخونیمش P یا Q. گفتیم به این ترکیب میگیم ترکیب فصلی دو گزاره. خب نحوه ارزش گذاریش هم دقیقاً مطابق با این جدولی که میبینید. خب ما برای دو تا گزاره گفتیم 4 تا حالت ارزشی مختلف داریم دیگه. هر دو تا درست، یکیشون نادرست باشه، یکیشون درست باشه یا هر دو تا نادرست باشن.
با توجه به این 4 تا حالتی که داریم ما ارزش ترکیب فصلی دو تا گزاره رو میتونیم تعیین کنیم، به این صورت که اگر هر دو تا گزاره من درست باشن ارزش ترکیب فصلیشون هم درست میشه. اگر یکیشون درست باشه یکیشون نادرست باشه، حالا پی یا کیو جابجاشون کنی، ارزش ترکیب فصلیشون باز هم درست میشه. و زمانی که هم گزاره پی من هم گزاره کیو من ارزششون نادرست باشه، ارزش ترکیب فصلی این دوتا هم نادرست میشه. پس با توجه به این جدول میبینیم که تنها زمانی ارزش ترکیب فصلی دوتا گزاره نادرسته که هر دوتا گزاره چی باشه؟ ارزششون نادرست باشه. پس من به عنوان یک نکته میتونم این رو لحاظ کنم که ترکیب فصلی دو گزاره فقط وقتی نادرسته که ارزش هر دو تا گزاره چی باشه؟ نادرست باشه. خب به عنوان یک خلاصه ای که اگر ما بخوایم اینجا از ترکیب عطفی و فصلی بگیم، خب نماد ترکیبا یکی نماداشونه. نماد ترکیب عطفی شد حرف واو، نماد ریاضیش هم به این صورت 8 کوچولو. نماد ترکیب فصلی شد حرف یا، نماد ریاضیش هم یه 7 کوچولو. درست شد؟ خب و به عنوان حالا جدول ارزش گذاریشون اگر میخوام با خلاصه در نظر بگیریم، میگیم تو هم برای ترکیب عطفی تو همه حالتها نادرسته به جز حالتی که چی؟ هر دو گزاره چی باشن؟ هر دو گزاره ارزششون درست باشه. و ترکیب فصلی تو همه حالتها درست است به جز حالتی که چی؟ حالتی که هر دو گزاره چی باشه؟ نادرست باشه. با این کلید واژه ها میتونیم چیکار کنیم؟ خیلی راحت نحوه ارزش گذاریشون هم به خاطر بسپاریم.